زمین در ساز هستی جلوه ها کرد، زمین در ساز هستی جلوه ها کرد، حیاتی پرنشاط ابتدا کرد. زمان بحری تو پردازی دیگر داد، نهادی دیگر را غازی دیگر داد. السلام علیکم همدیاران عزیز، بینندگان محترم. برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی ایدانه شام سمرقند را به دقت شما حواله میکنیم. امروز در سرتاسر کشور پهناور ما، سرزمین آباد و زیبای ما ازبکستان صاحب استقلال، جشن مستقلی وطن را تجلیل دارند. تمام آرزو و آمال نیک، سعی و کوشش های مردم ما با غایه های ناتکرار استقلال هماهنگ می باشد. به این هر یک انسانی که ساکن سرزمین سخاوتمند ما می باشد بار دیگر اعتماد حاصل می کند. محض برای همین هم ما این جشن درخشان زیبای وطن را به صبرانه انتظاری می کشیم. سعی می کنیم که احساس و خوشنودی های نیک و به حدود خود را آشکار کنیم. اینک با ما باشد، برنامه ما آغاز گردید. روندهای باسازی که در مملکت تطبیق می‌گردند شهادت امکانیت‌های بزرگ سازندگی مردم ما می‌باشند که به 10 ساله سیوم استقلالیت خود قدم می‌گذارد. آنها نشان موفقیت‌های ما در جبهه‌های اقتصادی، اجتماعی و معنوی، شجاعت و ثبات رهبری دولت ما می‌باشد که خلق ازبکستان را بنابر راه انتخاب نموده استقلالیت و انکشاف با قطعیت پیش می‌برد. استقلالیت پیش از همه این بخت بزرگ است برای هر یکی ما. محض استقلالیت وطن است که امروزها خلق عالم مردم ما را همچون مردم صاحب تمدن میشناسند و ازبکستان را همچون دولت صاحب مستقل دموکراسی حقوق بنیاد میدانند و مهمان کشور بهشت آسای ما میگردند. پس از به دست آوردن استقلالیت ملی، کشور ما با یک قطار دستاوردهای بی‌نظیر میسر گردید. در قطار دولت‌های رو به انکشاف آورده جهان جای خود را اشغال نمود. امروزها که وطن عزیز ما در آستانه 22مین سالگرد جشن استقلالیت قرار دارد، من پیش از همه تمام مردم شریف ازبکستان را با این جشن بزرگ و فرخنده‌شان شادباشی گفته میخواهم که آینده وطنمان از این هم درخشانتر و گلگونشکوفانتر پاینده باشد. оилаи ҳоҷӣ Шамсиддин бобо Раупов аз гузар маҳаллаи қадимтарини Самарканд чармгарӣ буда даст ба дуо бардошта барояшон насиб гаштани сафари ҳаҷи муборакро шарофати истиқлол медонанд. ҳоҷӣ Шамсиддин бобо Раупов зиёда аз 33 сол дар органҳои нигаҳдории тартиб ва ҳуқуқ кор карда меҳнат карда омаданд ва имрӯз шукронаҳо мегӯянд ки ба чунин рӯзҳои нек расиданд. албатта мана ҳамаи шукр карданамо дар кор. мана ҳамин маърака мегӯем дигар ҷо меравед агар تکبیرها ریدگر همین همه چیز مهیا، دسترخوان‌ها سیر پوری، اینا همه شرافتی مستقلی باشد در کار. من هم تو اویله میکنم پگه من فرزندم و نیورام و ایورام و کلانشت است، من همینه حیاتش من روزدن روز نقش شده رفته است. اینم زیاده شود الهی ما همه وقت ساق و سلامت من همین مان دعاگوی شده گردیم سری همین فرزندم و رحمت همین دولت بکی من همین قطع تینجا آسایشتهی کردیم. من مثال ماهان آمده از مسجد بمیریم 5 بار رفتم بیم خانه میبیم به هیچ خیل خواتری و بیم ملال خام میریم چون که همش تینجی آسایشتگی من همین شرافتش کردی. آسمان مصفا شود، دنیا تین شود، دنیا تینجی آسمان تگش به همه وقت ساق و سلامت گشتنم الله تعالی نصیب گرداند. лӯбатона бошанд. зани оддии меҳнаткаш буда ини суҳбат гуфтанд ки ободӣ ва истиқлоли ватанро қадр менамоянд.
لوبات‌آنا هم ساکن همین محله می باشند و زیاده از 30 نفر نبیره و ابیره چهره‌های بسیار دارند. زنی خوشبخت هستند. سالهای بود که تمام قوای خود را بهر پر از ناز و نعمت کردن مردم صرف می‌کردند و در کالخوزهای همان دوره همچون دهقانزن همچون کالخوزچیزان کار کرده آمدند و امروز باشد شکرانه ها میگویند. مملکت ما تنج آسمان ما مصفا بچه که همیشه فقط کردن خوانده گشتین البته شکر خدایا میگویم. یکی از فعالان شورای شهروندان محله کفترخانه 2 شهر سمرقند مولان قربانوف اوید به برده شدن کارهای آبادانی در گذرها و کارهای ترمیمی در یکی از قبرستان‌های کلان تاریخی سمرقند حاجی عبدالدرون که تاریخ 1200 سال را دارد چنین گفتند. حاضر اینجا با 2 کیلومتر زیاد اطراف دیوار کرده شد. هم هر کدام طرفش در و دروازه کرده. وقتی ساعتش که دروازه هم محکم کرده شده آسایشتگی قبرستان هم نگاه داشته میشد. آدم‌ها میگشتگی راه‌ها 1 کیلومتر زیاد پلیتکا چینده برای آمده دعای فاتحه کردن اسکمیک‌ها شنونده برآمدگی اسکمیک‌ها هم وقتش پر رنگ کرده وقتش پر نگاه کرده قبرستان آبادانیش خلق ما زیاده کرده نگاه داشته ما حرکت کردیم. سالهای مستقلی وطن با محله‌ها حقوق خود اداره کنی داده شده، مرکزهای کهن از نو تعمیر گردیده، به جای بناهای فرسوده، خانه حولی‌های بر هوای شنو بنیاد گردیدند. با شرافت استقلالیت در محله ما بسیار آبادانی‌های گوناگون شده ایستاده است. در آخرینگی سالها محله ما با 1000 عدد به نزدیک ارچه و ساسن درخت‌ها شنونده شد. کوچه ها ما یک قسمش اسفالت شد. جوی ها تازه کرده آدم های گشتنشان به شرایط های نقص چایخانه ها آباد کرده برآمده موی سفید ها زن ها برآمده شیشته دم گرفتنشان به شرایط های نقص مهیا کرده شد. کیفیت مردم خیلی اعلی است. سطح نیکوحالی و صفت حیات از حساب افزایش درآمد اهالی مقدار نفقه کمک پولی و استیپندیه ها بهتر می‌گردند. مردم ما با آرزوهای نیک باغ‌ها بنیاد می‌کنند نسبت آینده فرزندان خود غمخواری می‌نمایند. امروز با جوانانی که در هیچ بابت از هیچ کس کمی ندارند سرغیرت و نیرومند میباشند همیشه از پی جستجویند و به پیش حرکت میکنند تمام درهای امکانیت‌ها وازند. یکی از دستاوردهای بزرگ خلق وطن عزیزمان این استقلالیت می باشد. استقلالیت باشد به واسطه با ما از هر جهت هم از جهت اقتصادی و اجتماعی هم از جهت مدنی و فرهنگی با ما بسیار میراث‌های معنوی بای را داد که ما می توانیم توسط این امکانیت‌های فراهم آورده واسه استفاده برده از هر جهت علم و دانش خود را صیقل دهیم. می خواهم که در آینده به همین وطن عزیزم وطن صاحب استقلالم از جان و دل خدمت کرده برای پیشروی و ترقیات آن یک حصه خود را نیز گذارم. در ازبکستان محبوب امروز نمایندگان 130 ملت‌های گوناگون اقلانه عمر به سر برده برابر حقوقانه در پیشرفت حیات مملکت محنت می‌کنند. ببینید که 22 سال می‌شود که ما در زیر آسمان مصفا زندگانی می‌کنیم. شرافت استقلال کردی من دیپوتات شهر شدم با درد مردم درمان شده آینده حرکت می‌کنم که برای رواج مملکتم بسیار کارهای عمل اجرا کنم. همه را به عید مستقلی تبریک میکنم. میخواهم که همه ساق سلامت باشند. ازبکستان در تمام ساحه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی با دیگر مملکت‌ها برابر شد. در این ساحه‌های نتیجه‌های خوب به دست آورد. یکی از ثمره‌های استقلال آزادی وجدان میباشد. ازبکستان هم تو زیبا آنچنان هستی. قدیمی ولی که نوجوان هستی. با شاعرهای فاضل‌ها مکان هستی. در این دنیا تو یک دیگر جهان هستی. زی اقبالت منم شاد ازبکستان، زی آزادی تو آباد ازبکستان. همای بخت استقلال آورد، حیات تازه بنیاد ازبکستان. در این بیت‌های خیلی هم ساده و فهمان و فکر من تمام خلق برد و باخت جمهوریت ازبکستان را که به استقلال رسیده است خوب پی میبرد و شاعر نارمراد کریمزاده نیز به همین معنی بسیار هم ساده و فهمان گفتند که مردم خیلی هم خوبتر و واضحتر فهمند و به فکر من استقلال برای
آنها معقول نیست، مقبول نیست که خود نیز فکری مستقل ندارند یا خود در سایه یگان خیل قوه، در سایه یگان خیل مفکوره زندگی بسر بردن را نقض میبینند. استقلالیت برای خلق ما پیش از همه آزادی وجدان را داد، آزادی سخن را داد و من که روزنامه نگار هستم، با سخن سر و کار دارم و روزنامه ولایتی آواز سمرقند برای خلق امروز در خدمت است. از چیز را گفتنی هستم که آزادی سخن از همه چیز والا و از همه چیز بالاست که همین نعمت استقلال است. و باز یک چیز دیگر را خود خلق هم پی میبرد، امروز رسم و آیین احیا شد. من از نام خود، از نام اهل اداره روزنامه ولایتی آواز سمرقند، مردم شریف ازبکستان را با عید استقلالیت صمیمانه مبارکباد میگویم. وطن این عائله بزرگ ما است و بگذار آن مستحکم باشد. در ضمیر این سخنان نیت‌های نیک خلقی که به طفیل استقلالیت راه ترقیات خود را انتخاب نموده از هیچ کس کم نمی باشد انعکاس یافته است. گلگل شکوفی وطن بزرگ ما و اقتدار وی از صحتی فرزندان ما، فراوانی خلق، تنجی در ممالک و برقراری دولتمان، رواج جسمانی و معنوی آنها وابسته است. ای وطن من، گلشن زیبا، هستی برایم عزیز و اعلا. هر قدر این وطن آزاد و زیبا گلگل شکوفان را مدح و ستایش کنیم، تعریفش کنیم کم است. ازبکستان امروز در عرصه بین الخلقی مقام و جای خاصه خود را دارد. این هم از آن دلالت می‌دهد که امروز در وطن آزاد و آباد ما که بخت ما است، به همه جبهه‌ها دقت و اهمیت خاصه داده شده، اصلاحات‌های کلی عظیم دنیاوی گذرانده می‌شود. در همین جا برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی ایدانه شام سمرقند به پایان رسید. بار دیگر ما همه شمایان هموطنان عزیز را با عید استقلالیت محبوب وطن عزیزمان از ته دل تبریک میکنیم. بگذار استقلالیت وطن ما ابدی باشد. خلق ما همیشه به پیش حرکت کنند و به پیش رونده باشند. همیشه موفقیت ها همراهتان باشد. ما میگوییم که وطن مادر تو بر ما مهربانی، وطن مادر تو بر ما مهربانی، مقدس معتبر بهتر زیجانی. تا هفته های آمده ایستاده صحت و سلامت باشید. خیر عزیزان. Dolar tilga kirar tanburlar, ranglar jonlanar, hikmat aytar bobolar. Shahrim osmonidan tovlanar nurlar. Samarqand, Samarqand, afsona ertak shahrim. Samarqand, sarbaland Samarqand, mehridan berdi asli. Olis-olisdan kelgan sayyoh mehmonlar qaydar shirin xayoldan, ko'zida ketar nili gumbaz osmonlar. Shahrim